چی تو що اینهو Саша Москва اینها رو چی میکنن بارک الله فیکم نشیا کار میکنن 100%. میگم Саша Москва اینها رو که یک وقتی چی میکنن رکلام میکنن که پس میزنین ماشاءالله. لیک مقصد بود در خدم شما ما کرده این میکنن همین برای چی میگه اصلا در این برای مدرس درستن اونایی که مثلا خودشون زن کردگن اونها رو مثلا پس زدن به حد کاری خوب تا که یک از کردگیش پشیمان شه چه بهتر. لیکن هزینه و کارو یکی اون حافظ و غیره و کذا برای چی خداوند متعال با پیامبر صلی الله علیه و آله که ای محمد صلی الله علیه و سلم دین اسلام با نصیحت تو پهن کن، با نصیحت با همت. درست. اگر که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه اگر تو نصیحت کردن نتونستی از اونها حذر کن، لیکن اگر شما اونو بگین در اینترنت مونین اونو نبرد از این کار ما شما قوه میگیرن دو با یک زیاد میشن. لیکن برادر مسلمانی که امروز یک کاری خطا کرد اونها را در اینترنت مونده نکنن با فکر من شاید خطا باشن که من دیروز در او لیشکتون گفتم الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات میگه که این کسانی که ایمان آورده هیچ که شما نه مرد نه زن یارگیرتون در اینترنت مسخره نکنین، به اجازه تا یک چیزا نگذارین، چون که اون انسان یک روز توبه میکنه و از ما و شما زیادتر بلند میشه در نزد الله تعالی. یا که میگن هیچ برادر تا مثلا با تخلصی بعد نامگیر نکن. درست. خب اون انسانایی که خودشون زن کردگن، اون انسانایی که خودشون مرد کردگن، اون انسانایی که مثلا اور نام سیمت پاس میکنن برای اینها هر چیزی که میکنن بارک الله فیکم. لیکن خطابی یک انسانی که چه اصلا بهتر از یک نصیحت کنن اگر که نفهمید، اگر که نصیحتش ورا نفهمید شما بعد یک کار میکن. لیکن خود یک انسانی خطاگر بگیرن مثلا این کار کرده اون انسان اولا که خود یک گناهکار، لیکن پدر و مادری داره که همین کار فرزندش نمیخواست آخر همون انسان پدر مادرش میاد در بین کوچکی همین فرزند اینه مثلا فلان انسان مسخره دارن میگه ای که فلان چی عبدالله که عبدالرحیم فرزند در اینجا رکلام مثلا بچه ببین که سرسون سرگردانه. خب ولی که همیشه نمیخواست خواهیش نبود که فرزندی در کوچه این خیلی سرسون سرگردان گردد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که بهترین نیکی که شما میکنین ای امت من اگر که یاریتون نرسید حداقل ضرر نکنین، دعا کنین که الله هدایتش کند. هر نیت خیری که داره شما الله تعالی موفقتون گرداند. لیکن اکنون فکر برادرای من همچه از روی برادری همرزوی هموطنی الله تعالی میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. امروز اگر تو کاری خوب کردی فردا من اون 10 کرات میتونم بنده من بگه هر یک ذره کاری خدا یک ذره و من یعمل مثقال ذره شر یره. به هر ذره کاری خطایی که تو میکنی بنده اون مکافات خودش است. اونهایی که اکنون روی خطا رفتگیان اونها دیگر هدایت یافتن چون فقط الله میدونه. هزار شما رو رکلام میکنین همون سرشم از که بدبخت دیدین که بعد از اون که داتو کوب شد رفت در رادیو آزادی دیگر به شکایت کرد چون اونا اینستا یافتن اونو خرجخند لاتو کوب کنن ثواب میگیرن در یک بین انسانی ما و شما. لیکن حافظ یا دیگر برادری که هستن گناه میکنن شاید یک روز الله سبحانه در حدیث القدسی میگه ای بنده من تو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال یکی از گناهکارترین بنده ها میشی. لیکن یک روز ممکن سخن شیخ تاثیر میکنه، ممکن سخن امید روحانی سخن دیگر کس تاثیر میکنه میگه ای پروردگار من مرا ببخش. برای چی الله سبحانه و تعالی سوره بقره میگه که ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. خداوند اون انسان‌هایی که منافقن که گوشاشون و زبانشون تماما گم کرده است و چشمشون پرده داره که حقیقت دیگر نمیبینن. اون کار که باز میگم بدبختایی که خودشون چه بگم دقیق که اون کنتی ها را چقدر که میتونن رکلام کنن تا که از شدگیش پشیمان شود چون که از وی پدر مادرش هم بیزار است از 7 محلش. لیکن حافظایی که برادری کم در کاری خطا کردن اونها سراغ شو این برادر همون ویدیویی که در اینترنت ماندی دفع کن بکرم الله چون که هم آرو ناموسی انسانی هم آرو ناموسی مسلمانیت پست میکنند.
просто اول ایضاح نداد، اول نفهمد، اگر ویدیو کردین خودتون گناهکار میکنه. و شعر نروی که اینجا اشتگین حوزه مثلا همراه اون برادر خلیگان بود که صحبت کردیم چند تا شعر نروش حقارت نویست. دوستای خوب برادری که همجا چخ میکنن به حرمت الله، شما باید خوب بکنین که خواه در اینترنت باشد هر سخنی که دست شما مینویسه اون برابری سخن گفتن، نطق گفتن. حقارت کردین برای حقارت جواب میدین. کامنتارش حقارت نویسین شما فردا میمیرین. شاید که الله تعالی میگه کل نفس ذائقه الموت. ممکن بگو حمید رحمت نمیخزه، ممکن که بگو ما برادر شیخ نمیدونی خدا از مرگ بی مهلت خبر نگه دارد، یعنی که یک از مرگ ناگهانی. لیکن مرگ حق، هر لحظه هر ساعت مرگ میگه من جان فلان میگیرم با امر الله تعالی. هر کامنتاری که خطا کردین شما میمیرین، لیکن بعد از شما چندین انسان ها میخونن اون دشنامه که فلان مادر و فلان آچه و فلان خواهر، اون در نامه اعمال شما خوشو کرده، نامه اعمال مینویسه فلانی این خیلی حقارت که این مردم خواندن. شما مردین، فرض نماز، فرض زکات، فرض روزه، فرض حج همه ساقط شد اگرتون، لیکن نامه اعمالتون هر روز هم حقارتای خوشوتون نوشته میگه که این انسان این گفت. توانین مسئولیت بکنین، توانین یک سخنی خوب بزنین، لیکن یادگیرتون در زیر کامنتار شعر نگیرین. از اون حقارتون فقط نامه اعمال خودتون چهار نصف میکنین خلاص. درست این گفتون درست. نیکی همین سفروی که در حد رو در نظر دارم که هم دفروی که اوزی دایشه برومات یک بوشینه. نه من دیر دارم مثلا که هم در صحبت داشتم روی مهمان بود خونه. آنامو دامو همو دامو یا خیلی. آخه برادر فهمه، لیکن چه خیلی گفتم همون دخترهایی که شما میگین بسیاریش حتی پدر مادرش میگن که پدر جون مادر جون من میرم در فلان آشخانه کار میکنم. بله بسیار همین خواهر زنگ میگه که امید رحمت من اینجا اومدم برای کار کردن، برای سودا کردن. لیکن همون اگر مرد تاجیکی ما شما همراه اگر هیلو نیرنگ نکنه، همون دخترها خودشون اول سخت بقپن بجونه که بیو من همراهت نکاح میکنم پروا پرفته میرن، اگر هم کار نکنن هم دختران روی خطا نمیرد. اولین که همه مرد شهر نروی ما و شما نفسی هم دخترها را بیدار میکنن، دیگه سرشون وایران چکو کردن نمیدونن. یک روز یک دختر خودش تاجیک گفت، یک کس نیم والله علم یک چند مرتبه گفتن که همه تاجیکای ما و شما گفتن من تر نکاح میکنم زندگی میکنم 4 ماه 5 ماه زندگی میکنم، وقتی پدر مادر زنگ زد میرم پرتوفته ما دختر درجه سرسون سرگردان، نه پدرش میدونه که نکاح داره نه دیگریش. باز میگم کاری که میکنیم بارک الله فیکم، لیکن اسلام میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شوخی اجازت میده، لیکن شوخی که از حد زیاد میشن اونها به گناه میبرن شما را. الله سبحانه و تعالی در سوره هم حجرات آیه 12 میگه ای بنده که ایمان آوردین به درستی که در حق برادر و خواهرتان گمان نکنین، چون که گمان از حد زیاد شما را به گناه میبرد. از ما اگر سخنی خطایی شده باشد بارک الله جزاکم الله، عذر زیاد الله مغفرت کند. بار دیگر میگم که خودتان احتیاط کنین. هر عمل هر نواری که یکی خدا نکرده فردا جان ما را یکی جان شما را بگیرد، در نامه اعمالتون خشوع کرده می نویسه که این انسان این کار کرد. یک کاری کنین که فردا پروردگار که ای امت ای بنده من کچ کار کرده، کچ کار کردی برای روز آخرت. اونجا شما آزادانه نامه اعمال دست راستانه بگیرن، اما شرک سوره اذا شمس کویرت و عدم تهم نامه اعمال در دست راستان بگیرن پروردگار من این خیلی اعمال اومدن به نظر. لکه اگر این اولهایی که لحو میکنین اون مقصد شد که در روز محشر الله تعالی میگه این بنده من این کار کردی فلان بنده من از تو رنج دیگه. یک روز حضرت موسی از خداوند میپرسه که پروردگار من اگر علاجش باشد یک روز مهمان من باشه، یک روز. پروردگار که موسی را به حد دوست میداشت میگه موسی فردا در فلان ساعت مهمان خاندان تو میشم. موسی خانه‌اش میگه اهل جماعت من فردا در خودتون میگه خداوند مهمان خانواده ایشان میشه، پس همه شما لباس تازه پوشیده بیاین. روز دیگر مردم جمع میشن، همه جمع شدن، همه جمع از بین مردم یک مرد لباسش دریدگی و خیلی فرسوده میاد، میخواد که جهش به نزد حضرت موسی
حضرت موسی ای زمر او صبر که لباس ناپاک است برای پیشتاز خدا نیخن لایق نیست. همون موسی میگذره خدا هیچ نه خدا میاد دیگه دیگر فردا موسی سری کوه تور میره پروردگار این چه خصلت است که تو وعده دادی که میره لیکن ناآمدی. الله تعالی میگه ای موسی در خاطر دار که الله تعالی هیچ وقت وعده خودش خلاف نمی کند. اون بنده ای که تو راندی من در دل او جایگیر بودم. بعضی انسان ها مجبورن حتی یک اینجا خواهر بود هرچند میخواست ساتر کند پدر و مادرش لطکوب کرده و مجبور میکردن که لباسی تنگ پوش. به خاطر چی وای سودا میکرد تو اگر روزی لباسی ساتر باشی تو را اشکست میگه ساتر پوش ساتر نپوش تمام کار بین تمام. اگر توانسته ما خواهرای نصیحت کنه الدین و نصیحت لیکن اونا ایزا دادیم پدر و مادری خارزار دارد پدر و مادری بیمار دارد حاضر در تمام دنیا کسلی همون رگ و پگو دیدو و غیره و کذا بیچاران الله تعالی کلش نگهبان باشه. لیکن عملی هست که خدا بگه که یک عمل شما سبب یک بدبختی یک انسان نشوند. توش این دخترها گناه میکنن بله لیکن پدر و مادری که داره که هر روز دعا میکنه پروردگار کلی مسافران نگهبان باشه. الله تعالی آخرت کاری همه شما را به خیر گردانه و سخنی خطایی از ما شده باشد الله مغفرت کند. السلام علیکم و رحمت الله.